سلام. شاید پیش خودتون فکر کنین که چرا من دارم گیم سولز لایک بازی میکنم. خودم نمیدونم، ایده برای ویدیو کم داشتم، به خاطر میگفتم بیام سراغ بازی یه ویدیو بلند درست کنم. همین دیگه. لایک کن، کامنت بده، ساب کن. خداحافظ. مرد یا زن؟ قطعا مرد، چون زن جاش توی آشپزخونه. احساس میکنم با این موزیک کپی رایت حله، بعدا خودم روش موزیک میذارم. یکم منو داره نگران میکنه، بازی زیادی داره بمون. خب نابغه چون توتوریاله. قولعلی دروازه ها را باز کنید. اینجا کجاست؟ جا خالی. جلو. این یکم پوست گلاف بود. بیا ریدی با ری دست دار. وی 2-1 نامردیه. انگشتش کن. داداش این سوراخ مال شماست؟ ببخشید من نمیدونستم. مال خودت. آخ آی گو خوردم. بمیر بی پدر. بمیر بلم کن بی پدر. فکر کنم در سرزمین سیاپوس. غلط کردم. باشه ببخشید، مسخره نمی کنم. سریع وارد عمل میشیم، دوتا رو تیکه پاره میکنیم، اینو جا خالی میدیم. طالبت گفتم من چه خفن مدیونی فکر کنی دارم از هاش پاندا اسکی میرم. اوه دیدی چیکار کردم؟ نکن. مسیر ما ادامه میدهیم. یا ابوالفضل چند نفرین لاشیا. آخ اینو چرا دارم میام بالا؟ چرا داری میای بالا؟ اوی. من عمرم برگردم عقب. ولی خوب داداش بذار بیام پایین بعد بزن. یا علی دلغک. وای که خاک بر سرت. مشکوکه اینجا هیچ انمی نیستش. واقعا من یکم دارم میترسم. یا حضرت عبا درد و نفرین. داشت میتونیم با گفته ها حلش کنیم ها. به خدا میتونیم با گفته ها. یا علی شو لفکن داره میزن. داداش من برم هیل کنم میام. آقا من میخوام برم هیل کنم. بسکل تیرات بهم نمیخواد. خوردم بابا نیم ساعت بر پدرت لعنت. You're dead. یکی بیاد من نجات بده لطفاً. ایزی ویکتوری یا ابوالفضل لول آپ. دختره صندوق تابار. اون چی اون بالا؟ مرسی که این ویدیو رو دیدید. لایک کامنت سابسکرایب فراموش پارم کردن. تو غلط بابا ولم کن. ژال افکن چیه آخه؟ باز کن یالا آقا یالا. اینو اینجوری میزنم. تو چی میگی این وسط؟ صندوق همین شوخیت گرفته همستر. داش اینجایی ملت یه عمر تو رنگو. نگو که اینجا الان یه دونه باس فایت میادش. بله
نوکر داداش. اوهای بی پدر لودری مگه بابا سربازم اسپان نکن. وای یکی دیگه زده بود تو گوشم دهنم خدایا چی الان هیل میدی الان هیل داد فکر کن 2 تا باس فایت رو زدی بعدش بازی یادش اومده من به تو هیل ندادم. صد رحمت به دارک سولز.